زنی که صاحب فرزند نمیشد نزد پیامبر آمد و با چشمان اشکبار گفت: ای پیامبر خدا، از پروردگار بخوا تا فرزندی صالح نصیبم کند. پیامبر دعا کرد، اما فرشته وحی نازل شد و گفت: این زن بدون فرزند آفریده شده است. زن پاسخ داد: خدا رحیم است و بازگشت. سال بعد دوباره آمد و همان درخواست را کرد. باز وحی نازل شد و همان پاسخ آمد: او فرزندی نخواهد داشت. اما زن بار دیگر سر به آسمان برداشت و گفت: خدای من رحیم است و باز رفت. سال سوم پیامبر او را دید که کودکی را در آغوش دارد. با تعجب به درگاه خدا عرض کرد: پروردگارا، تو فرمودی او فرزندی نخواهد داشت، پس این کودک از کجاست؟ وحی رسید: هر بار که گفتم او فرزندی نخواهد داشت، زن باور نکرد و مرا رحیم خواند. رحمت من بر سرنوشتش پیشی گرفت. آری، دعا سرنوشت را تغییر می‌دهد. از رحمت الهی هرگز ناامید نشوید. اگر موافقی بنویس خداوند رحیم است.